به بهونه نزدیک شدن به روزهای مدرسه و مشکلی که اکثر والدین با فرزندان کلاس اولی یا پیش دبستانی خودشون دارن، تصمیم گرفتم راهکارهای مهمی رو برای رفع این مشکل باهاتون در میون بذارم. به طور کلی کودکان در سنین مختلف اضطراب و استرس‌های مختلفی رو تجربه میکنن. یکی از شایع‌ترین اضطراب‌ها اضطراب جداییه که میتونه به دلیل وابستگی زیاد باشه. این اضطراب توی کودکان بین 1 تا 3 ساله یه امر طبیعیه، ولی از این سن به بعد قطعاً اونها رو دچار مشکل میکنه. حتما دیدید بچهای وابسته‌ای که وقتی به مهد کودک یا مدرسه میرن اصرار دارن که والدینشون کنارشون بمونن و مدرسه یا مهد رو ترک نکنن. ترس این که بخوان تنها بمونن باعث میشه به والدینشون که اغلب مادران هستن بچسبن و با گریه و داد و فریاد بخوان که یا محیط رو همراه مادر ترک کنن یا اینکه مادر کنار اونها تا پایان تایم مدرسه بمونه. حالا ببینیم بهترین عملکرد برای رفع این مشکل چی میتونه باشه. قدم اول اینه که شما با آرامش و مهربونی از فرزندتون بپرسید که چی باعث میشه اون از رفتن به مدرسه و مهد بترسه. ممکنه فرزندتون بگه وقتی شما اونو ترک میکنید از این تنهایی میترسه چون فکر میکنه شما دیگه بر نمیگردید. در واقع وقتی شما بفهمید کودکتون از چی میترسه و چه چیزی باعث اضطراب و نگرانیش میشه، میتونید با هم راه حل پیدا کنید. مثلا وقتی فرزندتون میگه که میترسم که تو دنبالم نیای، باهاش صحبت کنید و بهش این اطمینان رو بدید که هر روز رأس ساعت مشخصی به دنبالش میرید. فقط حواستون باشه اصلا به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی این زمانی که تعیین میکنید حتی نباید 1 دقیقه هم جابجا بشه، چرا که تأخیر شما باعث بدگمانی و عدم اعتماد فرزندتون نسبت به حرفای شما میشه. قدم دوم اینه که احساسات فرزندتون رو بپذیرید و سعی کنید اونا رو درک کنید. به حرفاش گوش بدید، باهاش همدلی کنید و بهش بگید میدونم وقتی با هم خداحافظی میکنیم تو غمگین و ناراحت میشی، اما تو میتونید دوستای خوبی توی مدرسه پیدا کنی و باهاشون وقت بگذرونی. میتونی موضوعات و چیزهایی که میتونه توی مدرسه براش خوشایند باشه و ازش لذت ببره رو یادآوری کنی، مثل صحبت کردن با دوستان، بازی کردن با اونها، خوردن غذای مورد علاقه توی مدرسه. سومین قدم اینه که بیاین برای بچه‌ها کتاب بخونید. داستانهایی بخونید که توش کودکی با شرایط فرزند شما وجود داره که در ابتدا از مدرسه رفتن میترسیده، اما وقتی با دوستان جدیدش آشنا شده و چیزهای جدید یاد گرفته دیگه با حس لذت و شادی به مدرسه میره. یا میتونید خاطره اولین روز مدرسه رفتنتون رو تعریف بکنید. با معلم فرزندتون در مورد اضطراب کودکتون صحبت کنید، در رابطه با وابستگی کودکتون، اضطراب جداییش و ترس فرزندتون از مدرسه. وقتی معلم در جریان این اضطراب باشه میتونه با تجربه‌ای که داره به کودکتون کمک کنه تا با ترس خودش مقابله کنه. قطعاً راهکارها و راه حل‌هایی داره که باعث بشه فرزندتون این مشکل رو حل بکنه. قدم دیگه اینه که به فرزندتون یاد بدید توی مواقع ناراحتی و اضطراب و استرس چطور خودش رو آروم بکنه. تکنیکایی مثل تنفس آروم و عمیق، تجسم سازی یا تصویر سازی رو بهش یاد بدید. البته نقاشی کردن هم خیلی موثره و میتونه به تخلیه هیجان اضطراب کمک کنه. قدم بعدی اینه که حتما قبل از شروع مدرسه فرزندتون رو به مدرسه‌ای که میخواد بره ببرید، همه جای اون مدرسه رو بهش نشون بدید و اون رو با محیط جدید آشنا کنید. اگرم وقت دارید با فرزندتون توی زمین بازی مدرسه بازی کنید تا فرزندتون متوجه بشه مدرسه جای بدی نیست و میشه توش خوش گذروند. قدم دیگه این که میتونید یه کادو یا هدیه بخرید و به خاطر اینکه دوره جدیدی از زندگیش در حال شروع شدن هستش بهش بدید. این هدیه میتونه یه کتاب باشه یا یه اسباب بازی مناسب سن کودکتون. حتی کودک شما میتونه اون هدیه رو با اجازه معلمش به مدرسه ببره و در زمانهایی که خارج از تایم آموزش هستش، مثل زمان استراحت و زنگ تفریح، اون رو از کیفش در بیاره و باهاش بازی کنه و آرامش از دست رفته خودش رو به دست بیاره. یکی دیگه از اقداماتی که باید انجام بدید این هستش که قبل از اینکه
فرزندتون به سن مدرسه رفتن برسه جدا بودن از والدین رو تمرین کنید. برای این منظور میتونید 1 ساعت 2 ساعت فرزندتون رو پیش یک نفر که مورد اعتمادتون هست مثل پدر و مادرتون بذارید و از فرزندتون جدا بشید. با این کار اون متوجه میشه که جدا شدن از شما موقتی هستش و شما برای بردنش برمیگردید. اقدام دیگه که باید انجام بدید این هستش که یه خداحافظی عالی و پر از آرامش با بچه داشته باشید. حتما زمان خداحافظی حواستون باشه که آرامشتون از چهرهتون کاملا مشخص باشه، چون بچه‌ها کاملا متوجه اضطراب والدین میشن و حالتهای اونها رو کاملا درک میکنن. به کودکتون نشون بدید که از مدرسه رفتنش خیلی خوشحال هستید و میدونید روز خوبی رو با دوستاش سپری میکنه. در ضمن زمان خداحافظی رو خیلی کوتاه کنید تا فرزندتون کمتر در احساس اضطراب در رابطه با خداحافظی قرار بگیره. اگه همه این کارها رو کردید و بی‌نتیجه بود، حتما از مشاور مدرسه کمک بگیرید. معمولا مشاورا مشکلات رو بررسی میکنن و بعد به شما راهکارها و راه حل‌های مناسب فرزندتون رو میدن که در کاهش حس اضطراب و استرس کودکتون به شدت موثره.